خدمتتون دکتر مهدی متهنی‌ها. خیلی ممنون. توی این وضعیت که خب اینترنت حالت نفتی قدیم داره کار میکنه، شما قبول زحمت کردید و در خدمت شما هستیم. من نمیدونم اینقدر اتفاق افتاده، واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم، مخصوصا تحولات امروز که واقعا قابل باور نیست. از این جهت خودتون در پیوند با اتفاقاتی که توی این چند روز اخیر افتاده، توی امروز افتاده، تحلیلتون تمام اینها رو بفرمایید. بعد من به صورت جزئی نگرانه تر در پیوند با موضوعات روز حتما سوال خواهم پرسید. بفرمایید. در معنی نخست مهدی جان عرض سلام دارم خدمت شما، درود و مهر فراوان دارم خدمت همه عزیزانی که از این طریق من رو میبینم. از بابک عزیز در بندرنظری بسیار سپاسگزارم که این موقعیت رو فراهم کرد با سختی که من بتوانم در یه جایی با شما سخن بگم و مهر بی پایان دارم خدمت تک تک هموطنانم در داخل و خارج از کشور و عرض تسلیتی دارم بسیار 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 پرژرفا با بلندای قابل تأمل و درنگ دردآور و رنج آور در باب کشته شدن هموطنانم، بیگناهانی که در این جنگ به واسطه بی‌تدبیری ها و ناموزونی های استراتژیکی که به خرج دادن امروز باید شاهد بسیاری از مسائلی باشیم که میتوانستیم با سناریوهای بدیل از وقوع اون جلوگیری کنیم. امیدوارم ایرانیان به دین جدیدی بگروند که این دین برگرفته از نگاه عالمانه به آیین‌ها و مناسک سنتی خودشون است. نه اینکه این دین جدید باشه، نه اینکه این آیین جدید باشه، بلکه نگاه جدیدی به بسیاری از ارزش‌های خود داشته باشند و به ایمانی که متکی بر علم هست رجوع کنند. ایمان منطقه امن علم و من سعی کردم از این منطقه امن علم و با این ایمان با مردم سخن بگویم و از سالها پیش و از ماهها پیش چنین روزی رو و چنین روزهایی رو برای مردم بازگو کردم و حتی بیان کردم که آخر بهار 1404 مبدأ الرأس است و ما شاهد بسیاری از مسائل خواهیم بود و اکنون هستیم. پس می توانیم بگوییم که ایمان منطقه امن علم است. خدای ایران عرض کردم مردم باور کنید خدا است و خدای ایران زنده است و بدانید خدای ایران به زودی حرکت خواهد کرد. این حرکت خدای ایران و هر آن کس که در هر لباسی بر مردم ایران ظلم کرده است باید آماده باشه تا نتیجه این ظلم رو به عینه ببیند. خدای و رنج کشیدگان ایران با تمام وجود حمایت خواهد کرد و همواره هم در بزنگاه‌های تاریخ وارد عمل شده است. ایران یعنی همه ایرانیان و هر ایرانی که ظالم و ظلم کننده به دیگر مردمان ایران زمین بوده است باید مراقب باشد تا نتیجه آنچه را که انجام داده است امروز و فردا خواهد دید. به هر روی امروز زمانی است که ما در زمانه
تحرکات بسیار بسیار اثرگذار برای ساخت ایران نو قرار داریم. عرض کرده بودم مکعب اقدام چه خواهد بود. عرض کردم جنگ‌های مینیاتوری که در سال 2018 شروع شد و تغییر رژیم در ایران رو مد نظر داشت و گفتم این تغییر رژیم از 2018 روی میز قرار گرفته است و عرض کردم که به هیچ وجه نمیتوانند رهبران جهان بگویند ما به دنبال تغییر رژیم، همان گونه که امروز اروپاییان از آن شانه خالی میکنند. اما نهایت تهران و تغییر رژیم در تهران هدف است. چرا که این رژیم نتوانسته است ارزش‌های اخلاقی و دینی خود را نگاه دارد، نتوانسته است قوانین خود را به خوبی پیاده سازی کند، گسست ایدئولوژیک و گسست گفتمانی دارد، دچار سوء تدبیر است، دچار سوء مدیریت است، در عقل باقی مانده است و زنده بودن را اصل اساسی زندگی می‌داند، در حالی که زندگی کردن با زنده بودن و زندگی را ساختن بر اساس خردورزی با زنده ماندن متمایز و متفاوت است. در دنیای فرامدرن کنونی که عصر هوش مصنوعی در راه حال گذار و عصری است که عرض کردم روح مصنوعی به زودی به وجود خواهد آمد، نمیتوان در پرتو خرافات، در پرتو شعارهای بدون ژرفا و بلندا و پهنای درست عالمانه مملکت‌ها را، کشورها را، ملت دولت‌ها و دولت کشورها را اداره کرد. دنیای فرامدرن امروز بیش از هر چیز به خردورزان نیاز دارد، نه به شعارمندان، نه به دعامندانی که دعای آنها نیست از پهنای قابل اثر برخوردار نیست. فلذا امروز شاهد آن هستیم که آن مقطع الرأسی که عرض کرده بودم آخر بهار شروع می شود، شروع شده است. اثرات خود را به جای می‌گذارد. شوربختانه یا خوشبختانه ببینید. عده‌ای آن را شوربختانه می‌خوانند، عده‌ای درست یا نادرست اون را خوشبختانه می‌دانند و به هم تبریک هم می‌گویند. آیا کدام دیدگاه درست است، کدام صحیح است و کدام یک را باید ارج نهاد؟ بر اساس آیین قدرت من همه اونها را میشنوم و همه اونها را در گزاره‌های آیین قدرت و با نگاه آرخه قدرت به نگرش به آنها دست میازم. ما باید بدانیم که آنچه که در میدان عمل می شود و اقداماتی که صورت می گیرد در کنارش تصاویری از آینده، حال و گذشته را روندها و رویدادها در هم تداخل می کنند. لذا چرخه آینده شامل رویداد. الان هستم؟ بله الان هستید آقای دکتر. آقای دکتر تا قطع نشده من سوال مشخصمو میپرسم، اگر به لطف کنید مثلا هر سوال 4-5 دقیقه جواب بدید، من میتونم بیشتر سوالا رو بپرسم. شما تحلیل قبلیتون تموم شد یا هنوز ادامه داره؟ به هر روی داشتم دردنامه‌ای و رنجنامه‌ای رو میگفتم براتون سریعا. بگذارید تموم بشه من پرسش‌ها رو پاسخ بدم، بهتر دوستانی که پرسش. بله دوستانی که توی در کنارتون هستم. خواهش می‌کنم دوستانی که توی لایو هستن میتونن پرسشاشون رو از آقای دکتر توی کامنت ها بپرسن. من تا قبل اینکه پرسش‌های مشخص دوستانم داشته باشیم میرم سراغ اصل مطلب و اتفاقاتی که امروز افتاده. آقای دکتر ما امروز، البته از دیروز شروع میکنم، ما شاهد اون توییت آقای ترامپ بودیم یا پیامشون در شبکه اجتماعی خودشون تو سوشال که به صراحت از رژیم چنج صحبت کردن و خب تقریبا که تحقیقا همه این اتفاقات هم در راستای همون تحلیل‌های گذشته شماست و اون مکعب اقدام ترامپ که بارها در موردش صحبت کردید. امروز هم شاهد بودیم که به مراکز امنیتی نظامی و حتی زندان اوین، مراکز اینجوری که بسیاری از اونها حتی به عنوان نماد هست، مثل مرکز خود بسیج در افسریه تهران، حالا اگر اشتباه نکنم، و جاهای اینجوری حمله کردن. آقای دکتر میخوام در مورد این قدم‌های جدید یا استراتژی جدید اسرائیل که چرا داره این مناطق رو میزنه، آیا در راستای همون رژیم چنجه و آیا اگر اینه چه کمکی میکنه به این استراتژی؟ نظرتون رو بفرمایید تا سوال بعدی رو بپرسم. مهدی جان تا قطع نشده من بگم. ببینید آیین قدرت ایجاب میکنه که یک دولت
دولت مستقل و قدرتمند اما قابل کنترل در تل‌آویو به وجود بیاد. بارها این رو عرض کردم در گفته‌های قبل من هست. و در تهران هم یک دولت بسیار توسعه یافته و پشتیبان، ببینید، و پشتیبان و در کنار گهواره قدرت اما بدون جاه طلبی نظامی در تهران شکل بگیره و ایران نو رو این در رو بارها گفتم. بر اساس این در سال 2018 که ترامپ آمد و برجام را پاره کرد، با آیت الله خامنه‌ای گفت برجام را آتش میزنم و هنوز هم نتوانستند آتش بزنن، برجام رو پاره کرد ترامپ و از همان زمان امریکا و بخشی از حکومت در انگلستان برای تغییر رژیم همکاری های خود را آغاز کردند. اگر امروز انگلیس به وضوح این متن را بیان نمی کند به دلیل همان سیاست های انگلستان است. تنها کسانی که یا تنها پایتخت هایی که تا حدودی در این زمینه مقاومت می‌کردند روسیه و چین بود که این مقاومت هم اکنون شکسته شده است. لذا در همان زمان عرض کردم که ترامپ که نمی‌آید بگوید یا هر رهبر کشوری مانند آمریکا یا انگلیس یا فرانسه یا آلمان یا بورکینافاسو ما در پی تغییر رژیم در تهران هستیم. بر اساس مواد موجود در منشور سازمان ملل متحد، اگر اشتباه نکنم بند 2 از ماده 7 منشور سازمان ملل متحد، اصل حاکمیت کشورها بر مرزهای ملی اونها به رسمیت شناخته شده و هیچ کشوری نمیتواند در امور داخلی کشور دیگر دخالت بکند. و همان زمان هم عرض کردم ترامپ نمیتواند یا رهبران کشورهای دیگر نمیتوانند راجع به تغییر رژیم صحبت کنند. ولی از 2018 دیگر تغییر رفتار جمهوری اسلامی در دستور کار نیست، بلکه تغییر رژیم است و این تغییر رژیم باید به گونه‌ای صورت بپذیرد که گفتمان انقلابی، هیبت و حیثیت و همچنین شرافت خود را از دست بده و نمادها را میزنند. یعنی شما میبینید که سرتاسر کشور ایران با توجه به ادعاهای به عنوان یک هواپیمای آمریکا با بیتوش وارد میشه و ضربه رو به فردو و نتنز و اصفهان وارد میکنن با انواع سلاح‌های نظامی و هیچ گونه مقاومتی در برابر اونها به اون شکل صورت نمیگیرد. فقط ما شاهد موشک‌پرانی‌های متعدد به شهرهای اسرائیل هستیم و این نمیتواند بازدارندگی داشته باشد. همه اینها را من قبلا گفتم. امروز در خیابان من راه میروم، مردم میپرسند چه خواهد شد؟ آنچه خواهد شد که قبلا بیان شده. من عرض کردم که به درون میآید ائتلاف بین مصاحبه با خود شما تو کانال هست. این اختلاف سلیقه ها در دولت ترامپ نوشته شده و از اجزای جنگ پنهان است که ارتباط با تهران آغاز شد. جنگ های سایه‌وار رو ببینید در کانال تلگرامی. الان باید اون کانال اون هستش که در اون کانال من جنگ نامتعادل، جنگ معلق، جنگ مینیاتوری و جنگ پنهان رو حتی بعضی از اجزایش رو توضیح داد. لذا نمادها اگر زده میشود میخواهند ریشه های اون قدرت گفتمان انقلابی که مدعی بود برکنند و نشان دهند که شما نمیتوانید بر اساس آنچه که گفته شد عمل کنید. اگر گفته نشد نه ما جنگ میکنیم نه مذاکره. امروز هم ایران در حال جنگ است و هم وزیر امور خارجهش در اروپا، در ترکیه، در روسیه با پوتین و همه در حال مذاکره در ارتباط با آن چیزی است که قرار بود راجبش به هیچ وجه مذاکره نشود و آن هم غنیسازی اورانیوم در ایران هستش. خب اگر شما آیین قدرت نمیدانید، آرخه قدرت نمیدانید، هنر جنگ نمیدانید، استراتژی نمیدانید، چرا بر صندلی های قدرت چین میزنید؟ چرا مشاورینی برمیگزینید که به جای گفتن حقیقت به شما آنچه که دوست دارید بگویند و بر اساس آنچه که دوست دارید بگویند که میشنوید
به اونها حرمت بگذارید، جایگاه بدهید. اگر این کار در ایران در دهه‌های گذشته انجام نشد، اگر بسیاری از مسائل از سوی فرماندهانی که اکنون نیستن بیان نشد، اگر نگفتن که ما حریف تو هستیم، تو قماربازی، اگر نگفتن کرک و پر میریزیم، اگر نگفتند و نگفتند و نگفتند و اکنون کجایند تا جواب بدن. امروز کسانی که کشته شدند و شهدا نامیده میشوند از سوی گفتمان غالب در ایران، آیا میتوانند بر آنها نماز بخوانند؟ امروز نتانیاهو هر کجا زده می شود در اونجا حضور دارد و به بیان مطلب و بیان نگرانی ها و نگرش های خودش می پردازه و خودش رو در اون صحنه نشان می دهد. آیا رهبران ایران می توانند در صحنه خود را به نمایش بگذارند؟ تهدیدی که متوجه ایران اکنون است بالاترین میزان تهدید در طول تاریخ است. من در تاریخ این سرزمین این معنا را و این معانی را ندیدم. بنابراین این وضعیت بسیار مخاطره‌انگیز است. در کنارتون هستم. بله آقای دکتر، سوال بعدی که بارها و بارها پرسیدن توی کامنت هم هستش اینه که خب خیلی نگرانی این رو دارن که کشور وقتی دچار یک کلپسی بشه این بی‌نظمی به وجود بیاد و خب این بی‌نظمی ضرر بزنه به کشور، مخصوصا در مناطقی که ما این نگرانی رو داریم از جهت تمامیت ارضی. الان اولا که میخوام ببینم این نگرانی آیا جدی هست یا خیر، و ثانیاً چون امروز ما دیدیم بعضی از نیروهای اپوزیسیون مثل شاهزاده رضا پهلوی در پیوند با این موضوع رسما صحبت کردن، اینها آیا نیروهای اپوزیسیون، اون چیزی که در خارج از کشور ذیل عنوان اپوزیسیون ما میشناسیم و اینها، آیا میتوانند با این اپوزیسیونی که ما میشناسیم میتوانند نقشی بازی بکنن و اگر آره دقیقا نقششون برای این وضعیت الان ایران چیست که کمک بکند به همه مردم برای ایجاد یک اتحاد؟ چون شاهزاده رضا پهلوی هم به صراحت گفتن که ما میخوایم با تمام گروه های سیاسی دیگه فعلا این اتحاد رو داشته باشیم که بتونیم این دوران گذار رو طی بکنیم. بفرمایید. آنچه که برای من مهم است ایجاد دموکراسی در این سرزمین است. سرزمینی که بافت متن اون یا تکسچر اون همواره نزدیک به، از نظر بافت متن دارم تاکید میکنم، از منظر بافت متن تکسچر متکی بر یک نظام قدرت شخص محور بوده است. یعنی نظام پادشاهی در ایران با بافت و ژنوم ایرانیان نزدیکتره. برای همین است که نظام جمهوری اسلامی هم که تشکیل شد متکی بر اصل ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان یک قدرت بر اساس اصل امامت جایگاه شخصیش و شخصیتیش بر همه قوانین حاکم شد. پادشاهی طلبی با سلطنت طلبی متمایز است. اصل ولایت فقیه در اصالت خودش با رعیت دانستن مردمان متمایز و متفاوت بود. لذا مسئله من پادشاهی و جمهوری و امثال من حداقل پادشاهی و جمهوری نیست. مسئله ما دموکراسی است که در اون با بافت و بافتار مردمان ایران، تاریخ فرهنگی و فرهنگ تاریخی ایرانیان، فرهنگ تمدنی و تمدن فرهنگ محور ایرانیان نزدیک باشه. این اصل اساسی رو نباید از نظر دور بداریم. پس من مطرح هست این است که اپوزیسیون یا پوزیسیونی که در این ور قرار دارد چه امر دموکراتیکی را دنبال میکنه. آیا اپوزیسیون به دنبال دموکراسی است؟ من شنیدم که ایشون از دموکراسی خواهان سخن میگوید. من بعد از تحول خواهی که در سال 1390 گفتم، در 96 به بعد گفتم عصر تحول و اِوولوشن در ایران تمام شد. ما در فضای میان اِوولوشن و ریولوشن قرار خواهیم گرفت از 96 تا به بعد شد. یعنی در فضای براندازی مخالفم.
اساسا دانشواژه براندازی دانشواژه دارای بار مثبت برای مقابله و ایجاد تغییر در وضع موجود نیست، دارای بار منفی است. آن که من باش موافقم، اتفاقا کلمه انقلاب چشه به عنوان انقلاب یونتی در فضای میانه گذر از علم موجود میتوانست از 96 به بعد حداقل این رو میفهمید که دیگر نمیتواند با گرفتن و بستن چیزی رو عوض کنه. ماها گفتیم، من علنا کردم، آشکارا بیان کردم، گفتم این نظام جمهوری نیست، این نظام دارای پتانسیل های گفتمانی و کارکردهای معنا به معنای سیستمش نیست، هیئتیک هست. ترامپ از تغییر رژیم میگوید. نتانیاهو و تل‌آویوی که نظام جمهوری اسلامی اصلا رو به رسمیت نمیشناسه به عنوان یک دولت، چگونه نظام جمهوری اسلامی که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسد میخواهد در شورای امنیت بر ضد اسرائیل اقامه دعوا کند؟ وقتی شما اقامه دعوا میکنید در شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به اسرائیلی که اصلا اون رو به رسمیت نمیشناسید، چه وضعیتی پیدا میکنه از منظر اخلاق سیاسی؟ فلذا باید این یا بایسته است این مطلب رو بدانیم که در بافت موقعیتی کنونی دموکراسی خواهی و ارائه یک دموکراسی معنادار تعریف شده برای مردم امیدواری به موفقیت رو وجود آیا دکتر نگرانی از جهت تمامیت ارضی بس نباید وجود داشته باشه، درسته؟ اصلا نداشت. میگم، جواب میدم این رو. هاپفولنس هست، امیدواری به موفقیت. امیدواری به موفقیت دو جلوه پیدا میکنن، یکی رهبری و سازماندهی است. رهبری سه جزء دارد. رهبر باید ایده پرداز باشد، رهبر باید تشکل آفرین باشد، رهبر بتواند بسیجگر توده ها باشد. اگر رهبر یعنی لیدر نمیتواند به تنهایی این کار بکنه، باید سازمان رهبری لیدرشپ ایجاد کنه. لیدرشپ چگونه باید ایجاد کنه؟ باید عناصری رو به توانایی تشکیلات سازی، توانایی ایدئولوژی سازی و ایده پروری و گفتمان سازی، عناصری که توانایی بسیجگری توده ها رو داره مجتمع کنه و از اونها بهره ببره. یک زمانی هی فریاد زدم ایران نیازمند شهسواران یا شوالیه‌های میز اندیشه است. برای چی این رو میگفتی؟ برای چی روی این تاکید من میکردم؟ امروز نیاز ما به شهسواران میز اندیشه برای حفظ ایران است. آینده ایران آینده اصلا به پوزیسیون و اپوزیسیون کار ندارم. من همه فکرم کشورم زد. گفتم این کرده که کرده، مظلومین رو تحت فشار قرار داده که داده، باید پاسخگو باشه. من مهدی قرنیا به مرگ هیچ کس راضی نیستم، ولی یکی از کسانی که به ما در دانشگاه آزاد ظلم کرد در روز مقطع الرأس آقای تهرانچی بود. من بسیار امیدوارم بودم که او زنده بماند و من خودم جلو بنشینم بگم ما چه کردیم و چه گفتیم که باید. همکار من متاسفانه آقای دکتر قطع شدن، ما باید صبر کنیم تا تشریف بیارن. به هر تقدیر آنچه که تحت عنوان تجزیه ایران ازش یاد میشه باید مورد مراقبت قرار بگیره. ببینید، هر چیزی در دنیای سیاست نادیده انگاری درباره اون خطرناکه. من نمیتوانم موضوعی که تحت عنوان تجزیه ایران ازش یاد میاد و نگرانی هایی رو برمیانگیزه نادیده بگیرم و از آن غفلت کنم، اما به عنوان یک اصل مهم برای ساخت و پرداخت ایران فردا و فردای ایران در ایران نو نگران اون نیست. بله خیلی ممنون آقای چرا دکتر. که ایران قدرت بفرمایید من فکر کردم تموم شد، بفرمایید.
چرا که ایران فردا و ایران نو بسیار قدرتمندتر عمل خواهد کرد. بله خیلی ممنون ای دکتر، چون که صدای خود دیلی داره بابت همین اه، بعضی اوقات من فکر میکنم تموم شده، بابت این میام وسط کلامتون. قبل از اینکه آقای دکتر سوال بعدی بپرسم، میخوام یه فایل صوتی 40 ثانیه‌ای رو با هم گوش بکنیم. یکی از هموطنان اصفهانیمون، یه مادری که مثل اینکه فرزندش خارج از کشوره، برای فرزندش در خارج از کشور فرستاده. یه لحظه صبر کنید، من این فایل صوتی رو بیارم. بعد هی دو تا چهار تا کردم، گفتم بگم یه وقت ناراحت میشی، نگم هم نمیشه. گفتم ماما اینو بهت بگم، ناراحت نشو، عمر دست خداست. اگه هر اتفاقی یه موقع افتاد مامان برا ما، اگه ما تو جنگ کشته بشیم، گفتم اینو بدونی میتونی بری دادگاه لاهه شکایت کنی، از اونجا بهتون یه پول حسابی میدن. خب گفتم اینو گوش ذهنت داشته، اتفاقی نمیافتد اینجا، و اتفاقی نمیافتد، اصلا کاری با مردم عادی نداره. ولی حالا اگه یه وقت یه اتفاقی افتاد، اینا که با چیز شده بودن تو جنگ ایران و عراق کشته شده بودن ها، اینا بعضی هاشون فهمیده بودن، رفته بودن شکایت کرده بودن دادگاه بهشون قرامتی حسابی داده بود، یه پولی حسابی داده بود. به جوادم حسینت گفته بود. من آقای دکتر یکی از هموطنان اصفهانیمون بود، یه مادری بود که نگران بود به بچهش، میگه اگه اتفاقی افتاد حتما بره دادگاه لاهای شکایت بکنه غرامت بگیره. برخلاف هموطنان اصفهانیمون تو نشون دادن تو بحرانی ترین شرایط هم میتونن از آب کره بگیرن دیگه. حالا یه چیز خیلی طنز جالبی بود، من امروز دیدم بارها و بارها منتشر شده. حالا من از همین فایل خوبه، خیلی خوبه. خوبه. بله من نه از خوبه مهدی جان، ما باید ببینین همه جوانب ببینیم. بفرمایید. من موافق این امر هستم که ما نگیم. من خودم اگر این تفکر اصفهانی رو داشتم به عنوان یک کاشانی، الان زندگی بهتر و بایسته تری رو برای حمایت از کشورم داشتم. من اصلا پول رو محلی از اعراب براش قائل نبودم تا سال 99 که از دانشگاه اخراجم کردن، دستشون درد نکنه. ناگهان دیدم که اگر سالها به میگفتن یک کار و کسب دیگه ای رو انداخته بودم، وضعیت ثروتم بهتر بود، زبانم بسیار گویاتر و بسیار بلندتر حرف میزدم. فلزا پول چیز بدی نیست، چیز خوبیه. استفاده درست از پول رو باید مورد توجه قرار بدیم. و اگر من ثروتمند بودم و داشتم، الان هم یه مدرسه بزرگ ایجاد کرده بودم برای آکفاء، آموزش کودکان و پرورش آدمهای آینده از 3 سال به ویژه تا 30 سال، تا آدمهایی رو پرورش بدم برای آینده ایران. با طرز تفکری که دارم، استراتژیست های خوبی پرورش پیدا کنم، چه ندارم. باید فکر ساختمون بزرگ در تهران باشم در آینده. بله آقای دکتر ممنون. یه سوالی که بارها و بارها پرسیدن، من با توجه حالا به هر که چون داخل کشور هستید باید سوالا رو یه خورده پاسداریده تر بپرسیم، بابت همینم من سعی میکنم جوری بپرسم که بشه مطرح کرد، در عین حال سوالات هموطنانمون که بارها این سوالا پرسیدن داشته باشیم. و اون هم در مورد رژیم چنج هست. شما در قسمت اول در مورد رژیم چنج توضیح دادید، اما خب خیلی از هموطنان دارن میپرسن با این روندی که داره طی میشه، شما تصور میکنید، شما گفتید که مطمئنا اتفاق خواهد افتاد یه جورایی، ولی این چقدر این زمان خواهد برد و تا کی این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا به اون قسمت رژیم چنج برسه؟ تا 1410 کاپیولاس محل عبور و تغییر است. این تغییر پیدا و ناپیدا خودش رو به نمایش خواهد گذاشت که گذاشت، چه ناپیداش چه پیداش. الان از سال 1404 که اعلام کردم از پایان بهار سال آینده که الان گذشت، مقطع الرأس خواهد بود، تا سال 1407 ما تلاطم‌هایی رو داریم. هرچه اشتباه در داخل کشور نظام حاکم و پوزیسیون بکنه و هرچه اشتباهات طرف مقابل اپوزیسیون کمتر باشه، این زمان چی میشه؟ نزدیکتر میشه.
عرض کردم در نوشته هام، در مصاحبه هام، در گفته هام که تضعیف در درون و فشار از بیرون به دنبال تغییر رژیمه. الان میبینید دیگه، تضعیف از درون و فشار علنی برای تغییر رژیم از بیرون آغاز شد. گفتم اگر تضعیف داخل انجام بشه، تلنگر یا مشت محکم بیرون تلاقی پیدا بکنه در 3 بحران جیم. 3 بحران جیم عبارت باید بود از بحران جانشینی در داخل، بحران جایابی در منطقه و بحران جایگزینی در نظام بین الملل. در نظام بین الملل نظم نوین جهانی وارد تثبیت شده و چون میبینید ترامپ قدرتمندانه عمل میکنه با عملیات فریب. عرض کردم در آیین جنگ و در آیین قدرت نوشته‌ام قدرتمندی که خردورزانه عمل میکنه بسیار نرم سخن میگوید، در حالی که بسیار نرم سخن میگوید در پس پرده خودش رو برای جنگ آماده میکنه. این جمله بود که عرض کردم و ترامپ همین کار رو کرد، بسیار نرم سخن گفت، بسیار امیدوارانه در مذاکره گفت این نشته داده است که هیبت رئیست وارد جنگ شرافت و بعدش بسیاری تو الفبای سیاست، الفبای آینده‌اندیشی، استراتژی رو خوانده باشیم میفهمیم دارن چی کار میکنن. هنر پیروزی بدون جنگ رو میخواست پیاده بکنیم و تا حدود زیادی هم پیاده کرد. اینکه شما هواپیماها بیان این همه بزنن، اسرائیل 1/27 ایران جغرافیاشه، قدرتش هم باید به همین اندازه باشه. اینجا ایرانه بابا، شوخی نیست، ایران است. یه اسرائیل میگن اسرائیل خب آمریکا کمکش میکنه. خب اصلا نباید جرأت و جسارت نگاه چپ به ایران وجود داشته باشه، چه برسه یک چپ بتونه بکنه بر مبنای آنچه که اینها میگویند و امریکا بیاد حمایتش بکنه. شما باید بازدارندگی دکتر معذرت میخوام، اگر تصویرتون رو قطع کنید شاید صداتون کیفیتش بهتر بشه. میخواید تصویر رو قطع بکنید؟ بفرمایید. بله من قطع کردم. بله بفرمایید. یک دولت میراثدار بهتر شد، یک دولت میراثدار امپراتوری بزرگ ایرانیان در این کشور باید. شما یک دولتی که اولین دولت مدرن جهانه، الان باید از طرف ایالات متحده امریکا تهدید بشه. اساساً این کشور دارای بنیادهای قدرت بسیار قوی است که اگر درست و خردورزانه بر آن حکمرانی شه، ایالات متحده امریکا باید گهواره قدرت رو تقدیم ایران کنند، نه اینکه ما امروز از ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت بکنیم. شورای امنیتی که خود ما اون رو ناعادلانه می‌خواندیم. خود این دوستان، خود ما میگم، منظورم این دوستان دیگه، میخوام با ادبیات اینها بگویم. لذا آنچه که امروز میبینیم بیش از آن که ناشی از فشار بیرونی و قدرت بیرونی باشه، محصول ضعف درونی است، محصول گندگویی های درونی است، محصول نبودن یک گفتمان علم محور و ایمان متکی بر خردورزی است. این دردآوره. فلذا من به تغییر در این سال 1404 یا 2025 اشاره کردم. اگر عرض نکردم در سال 2015 بود یا 2014، عرض کردم از 2025 دهه آینده تلاش می شود ایران و آمریکا شریک استراتژیک هم باشند در نظم نوین جهانی که جایگزینی داره انجام میشه. ایران مهمترین شریک حیاتی گهواره قدرت در قرن 21 میلادی است و هلال هارتلند رینلند بزرگ از تنگه هرمز تا مدیترانه و باب المندب ستون فقرات قدرت است. الان که میگن خلیج فارس رو میبندیم،
وزیر امور خارجه امریکا زیاد این رو مطرح میکنه، اساسا به صورت فرصت این رو داره مطرح میکنه، چون اونها میخوان این مطرح عملا خلیج فارس رو، هرمز رو ببندن به نفع نظم آینده خود است و این رو نمیفهم، یا متوجه نیست، یا از طرف دیگر امریکا ایران رو شریک حیاتی میخواهد در پی استثمار. موضوع استثمار و استعمار در عصر فرامدرن از متن به حاشیه رفته است، مرزها کمرنگ شده است. موضوع وابستگی کشورهای متروپول و اقماری نیست، یا اقماری به متروپول نیست. این ادبیات تمام شد. موضوع پیوستگی به مرکز قدرت در جهت اضافه کردن هیبت برای توسعه ملی بیشتر است. لذا من دیالکتیک هگلی و هرکلیتی رو عوض کردم، گفتم ستیزش و سازش ازداد نیست، بلکه چالش و زایش همتایان است. مسئله من با آمریکا و قدرت‌های بزرگ جهانی دیگر مسئله ستیزش نیست. چطور ملک سلمان این رو آموخته است و همکاری میکنه تا هیبت خودش رو برای توسعه ملی بیشتر به خرج بده. پادشاه فقید ایران این رو فهمید ولی زود تیر رو از چله رها کرد. به قول اون که گفتم، به اون قورباغه وقتش نبود. وقت هر کاری مهم است. شما ساماندهی و سازماندهی قدرت باید بکنی، ولی ساماندهی و سازماندهی اعمال قدرت متوجه رکاها کردن به موقع تیر از چله است. به جهت اون استعاره قورباغه رو به کار بردم که وقتش هست یا وقتش نیست. وقت رها کردن تیر از چله رو حکام خردمند باید بدانن. از این رو از سال 1404 2025 بحران جایگزینی باید تمام بشه. نظم جدید جهانی باید 2025 مستقر بشه. بعد از بحران جایگزینی موضوع بحران منطقه است، جایابیه. خاورمیانه جدید رو که آمریکایی‌ها با 5 رکن شروع کردن، گفتن شکست خورد، گفتن خاورمیانه مدرن‌تر، گفتن اینها همه بازی است. بازی بود. میبینید که همه رو دارن اجرا میکنن. یه خبر رو بخونید. بله ایران اکسیوس نوشته ایران شیل به سوی پایگاه آمریکا در قطر شلیک کرد های دکتر. خب به سلامتی انشالله. اینها کاتالیزور و شدت بخش ایجاد تحولات آینده است. خب یعنی اون چه اتفاقی میفته؟ آمریکا وارد میشه های دکتر به صورت رسمی؟ بله خواهد شد. این نشانه خواهد بود برای این. به هر تقدیر عرض می‌کردم. صدای من رو دارین؟ بله صداتون رو داریم. یه خورده بعضی ما مقطعه ولی بفرمایید. خوبه. منظورم این هستش که ما فقط نباید سناریوی تجزیه ایران رو ازش بهراسیم، بلکه باید سناریوی بدیلش رو طراحی کنیم. نه تنها ایران تجزیه نشه، بلکه تهران بتواند پرچمدار ایجاد ثبات ژئوپلیتیک در فلات ایران و در همین حال یک لایه بسیار مستحکم در جهت ایجاد ثبات در مناطق دیگر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان در آینده نظم نوین جهانی شد. این بحران جایابی بود. در این زمان ما بحران جانشینی در تهران رو داریم. خبرهایی هست که 3 نفر انتخاب شدن، رهبری هم گفتن از بین این 3 نفر اگر موردی پیش آمد جایگزین انتخاب بشه. از اون بر صحبت از تغییر رژیم، از اون بر دارن جایگزین ها رو روش بررسی هایی رو انجام میدن، آدم ها رو دارن شناسایی میکنن. در پوزیسیون و اپوزیسیون این امر داره صورت میپذیره. پس تغییر و ماجرای بحران جانشینی که گفتم به بحران بقا تبدیل خواهد شد و الان شده، بر اساس همان پیش بینی امروز داره سرعت پیدا میکنه و تحولات موجود در جنگ ایران اسرائیل که الان گسترش پیدا کرده است
ائتلاف منطقی و بین المللی رو بعد از ورود ترورها از خارج به داخل تحکیم رو در چارچوب این فرایند بیشتر در ماه‌های آینده مورد هدف قرار خواهد داد و بدین ترتیب زمینه برای گسترش اعتراضات و مراحل بعدی آماده خواهد شد. عرضم تمام. بله آقای دکتر، خیلی ممنون. من چون الان اخبار جدید دیگری هم داره میاد جز قطر، مثل اینکه پایگاه دیگری هم در کویت یا عراق، مثل این که این اخباری که منتشر داره میشه. قطر که مطمئنا این اتفاق افتاده، ولی کویت و عراق رو من مطمئن نیستم. خبرش عرض کردم منتشر شده. یک بار دیگه ازتون بفرمایید. میگم قابل پیش بینی است، گسترش این معنا قابل پیش بینی است. ایران نمیتونست، ایرانی که نظام جمهوری اسلامی است و گفتمان انقلابی که مدعی مبارزه با آمریکاست، نمیتواند اراده دیکته شده واشنگتن رو و نظام جمهوری اسلامی ایران بپذیره. لذا نظام جمهوری اسلامی در درگیری بسیار گسترده با آمریکا قرار خواهد گرفت. خب آقای دکتر، اگه پس اینطور باشه ما متاسفانه باید به سمت زمین سوخته بریم، چون اینطور که شما میگی جمهوری اسلامی تا تهش میخواد بره، حداقل رهبری جمهوری اسلامی به واسطه دید ایدئولوژیک خودش، و الان اینها که دارن این کارم میکنن و خب آمریکا هم که دیگه نگاه نمیکنه که حالا اینجا پایگاه اتمی هست یا فلانجا پایگاه نظامی هست یا فلانجا چه میدونم دارن برق تولید میکنن، همه اینها رو میزن. اگر جدی بشه به سمت زمین سوخته میریم که آقای دکتر. ببینین اونها سناریوهای گوناگونی در نظر دارن. امریکا نمیخواهد زمین سوخته باشه، هرچند که اگر این زمین سوخته بشه قیمتش از منظر ایالات متحده آمریکا برای نظم آینده جهانی باز هم بالا خواهد و حاضر هست این زمین سوخته رو هم در نظم آینده جهانی با قیمت بالا بخرد. ببینید اینها شوربختانه مطالبی واقعی که با علیرغم همه رنجی که وجود داره واقعیت دارد و من نمیتونم از این واقعیت چشم بپوشم. پس امریکا زمین سوخته نمیخواست. امریکا نمیخواست یک دیوار در ایران فرو بریزه، میخواست بدون جنگ ایران را فتح کنه. نظام جمهوری اسلامی آمریکا را دشمن اصلی خود میپندارد و بر این اساس حاضر هست با رقبای ایالات متحده آمریکا تعهدنامه‌های استراتژیک امضا کنه، همان گونه که با پکن و مسکو انجام داد. الان پکن و مسکو کجای سپهر حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داره؟ به هیچ وجه حمایتی رو که توقع داره امریکا از ایران، توقعی که ایران از هم در حال بررسی تغییر در تهران هستند و تبعات و پیامدهای اون رو دارن بررسی میکنن. فلذا تهران امروز به معنای نظام جمهوری اسلامی، نه ایران، در جنگ با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در یک مسیر گفتمانی و ایدئولوژیک قرار گرفته. از این رو نمیتواند عقب نشینی کنه، چون جنگ هیبت و حیثیت و شرافت و باخته. اگر جنگ اراده رم ببازه، عرض کردم سناریوی گذاشتن آینده در تابوت گذشته آخرین سناریو و ایستگاهی که براش دیدن. اگر الان کنار بیاد و تسلیم بشه، آینده این گفتمان رو هم در تابوت گذشته گذاشته و 100 تا میخ بهش زده و به هیچ وجه احیا نمیشه. کنارم نیاد یه چیزی احیا چه کنار بیاد چه کنار نیاد، آخر و عاقبتش نابودیه، اینطوری که شما میفرمایید. ببینین احیای این گفتمان چه ببازد چه پیرامله با آمریکاست. اگر مقابله و تقابل با آمریکا رو کنار بزنه، هویتی که در این 3 دهه برای خودش برساخته، به ویژه در 3 دهه اخیر در زمان رهبر دوم نظام جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای
ستون فقرات گفتمان انقلابی در مبارزه با ایالات متحده آمریکا و فرزند منحوسش بنا به ادبیات ایشون یعنی اسرائیل است. اگر اینها رو نگفتنشون، اگه با تعارض و تضاد با سیطره ایالات متحده آمریکا بر منطقه و نظام بین الملل قرار داد، محور مقاومت رو برای چه انقدر بهش بها دادن و گروه های نیابتی درست شد، این مسئله هزینه شد. همین امروز چند تریلیون دلار برای مسئله به نام انرژی هسته‌ای هزینه شد. آیا انرژی هسته‌ای صلح آمیز نیازمند این همه هزینه ها برای مردمان ایران بود؟ پس اگر بخواهد از این موضع عقب نشینی بکنه، نه تنها گذشته و حال رو بلکه آینده رو هم از دست داده و تازه باید خودش به میدان بیاد و تلاش خواهد شد خودش رو به میدان بیاورد. امروز تمام این حرف ها و تحریکاتی که میشه، ما میدونیم کجایشون مخفی شده، ما میدانیم که چگونه میتوان او رو هدف قرار داد. ترامپ میگوید بارها به من گفتم این کار انجام نشه. همه اینها برای آینده ریل گذاری شده است، فلذا میتوانند به جای سناریوی زمین سوخته حرکات‌های دیگری رو انجام بدن و سناریوهای بدیل دیگری رو در دستور کار دارند. از این منظر شما نمیتونید تک ساحتی و تک بعدی به وقایع کنونی نگاه کنید. اما آنچه که در چشمانداز آینده مطرحه همونی است که در سال 1379 هجری شمسی تحت عنوان هارتلند ریملند بزرگ که اول هارتلند بزرگ بود در تهران مطرح کردن. اینکه شرکای استراتژیک آمریکا در نظم آینده جهانی در ریملند بزرگ قرار دارند، کانادا، ژاپن، کره، ایران و استرالیا، و مهمترینشون برای ایجاد نظم و نسق در نظم آینده بین المللی و نظم منطقه‌ای در مهمترین سرزمین حائل یعنی خاورمیانه متوجه تهران است و لذا تهران و ایران رو رها نمی کنند و براش برنامه‌های بلند مدت دارند. در حوزه این برنامه‌های بلند مدت تلاش می‌کنن ایران به سرزمین سوخته تبدیل نشه. اما اگر قرار باشه در برابر امریکا و نظم آینده جهانی مقاومت کنه، از کاربرد شوربختانه مجبورم بگم بدترین سلاح‌ها کنترل شده در حد توان کنترل شده بر علیه تهران کوتاهی نخواهند کرد. در دکترین نظامی ایالات متحده آمریکا در سالهای آخر ریاست جمهوری اوباما این نگاشته شده است و دو کشور کره شمالی و ایران استثنا در کاربرد سلاح‌های نظامی غیر متعارف هستند. الان نوبت تهرانه، بعد هم نوبت پیونگیانگ خواهد شد. فعلا پیونگیانگ در حاشیه قرار داره چون هنوز نوبت پیونگیانگ و کره شمالی نیست. الان باید مسئله ایران اول حل شود و لذا عرض کردم در همان نظریه هارتلند ریملند بزرگ ایران برای آمریکا اولیت استراتژیک داره ولی چین اولویت استراتژیک داره. اینها همه قابل پیش بینی بود، همه قابل پیش بینی. متاسفانه باید در چارچوب علمی به نام مدیریت کردم برپ استادانی مثل شما دکتر. شما 8-9 ماه پیش همه اینها رو گفته بودید و الان ما می‌بینیم، البته متاسفانه خوشبختانه که قابل تعریفه، ولی شما فرموده بودید. من بیش از 8-9 ماه پیش من قبل از آمدن ترامپ بیان کردم، میگم در سال 1179-80 به بعد هنوز پرونده هسته‌ای مطرح نشده بود. عرض کردم شما رو میبرن تو جنگ نامتعادل، شما تهدید نامتقارن آمریکا نیستید. در ایران نظریه جنگ نامتقارن رو به کار میبردن همه نظامیون و سیاسیون و اینا، به ریش بنده میخندیدن در جلسات. این حرفا چیه میزنی؟
تئوری جنگ معلق رو که من گفتم شما وارد جنگ معلق و جنگ مینیاتوری میشید. اگر نگفتم جنگ مینیاتوری میشه، میاد میزنه. عرض کردم میزنه. از سال 2018 گفتم اون دکترین محدود کردن همکاری های بین المللی با ایران و محاصره منطقی تهران رو در 2015 گفتم این کارو میکنه. در 2018 گفتم دیگه تبدیل چالش آقای دکتر ایران معذرت میخوام، به در همین تهدیدی که برای صحبت میکنید نظم. لطف کنید که تصویرتون هم یه بار دیگه امتحان کنید، شاید اینترنت بهتر شده باشه، چون که این قسمت صحبت شما خیلی مهمه، بابت همین تصویر میشه بهتره. ببینین من در سال 2015 همگام با طرح برجام عرض کردم ایالات متحده آمریکا دکترینش محدود کردن همکاری های بین المللی با ایران و محدود ساختن تهران در محاصره منطقه‌ای خواهد. تحت این عنوان دکترین محدود سازنسی همکاری تهران دنبال خواهد شد. در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی، مصاحبه با فرارو، اینها میتونید در گوگل پیدا کنید و سرچ کنید. بعد از این در 2018 گفتم این دکترین تبدیل شد به دکترین تبدیل چالش ایران به تهدیدی برای نظم بین المللی و نظم منطقی یا نظم منطقی و امنیت نظام بین الملل. در 2018 بر همین اساس ترامپ از برجام خارج شد. بر اساس اون مکعب اقدامش در سال 2016 تا 2020 که اون زمان نوشتم و گفتم همه جا. به موازات این دکترین عملیاتی در سیاست کلان موجب شد که اسرائیلی ها وارد سیاست 1000 ضربه چاقو یا 100 ضربه چاقو یا عنوانهای گوناگونی که بهش دادن بشه و از جنگ معلق آرام آرام وارد جنگ مینیاتوری با تهران بشه. وقتی ضد واقعی 7 اکتبر روی داد با خبر آنلاین و بعدش با معاصر هست، همه اینا تو یوتیوب هست، در همه جا میتونید سرچ کنید. عرض کردم این ضد واقعی 7 اکتبر و هدفش حماس نیست، مسئلهش فلسطین نیست، مسئلهش تهرانه. تهران به معنای نظام جمهوری اسلامی و میخواد نظام جمهوری اسلامی رو بردارن. همه اینها مکتوب و هم تصویریش موجوده با ادبیات خاصش در اون زمان. در سال 1400 در کلاب هاوس اعلام کردم 1401 ما شاهد طغیان خواهیم بود در ایران و طغیان و جنبش مهسا ایجاد شد. شما اگر مسئله ای رو در داخل حل نکنی، فقط جمعش بکنی، ذخیره میشه در رگ‌های سیاست و استراتژی. آنژیو نکنی میبنده، خفت میکنه، سکته قلبی و مغزی میده. ائتلاف منطقی بر علیه تهران رو 2015 عرض کردم. اگر ائتلاف عربی عبری غربی یا صلح ابراهیم نشد، گفتن کشورهای عربی رو برهم خواهد زد، برهم زد. امروز اعراب در یک رفتار دوگانه هدفمند و هوشیارانه عمل میکنن. زمانی که همین آقای شمخانی که در تهران به راحتی ترور میشه، اگر نگفتم این سناریوی بوسه مرگ است، اعراب نزدیک میشن و با نزدیک شدنشون به تهران اجازه عملیات و مانور عملیاتی به شما نمیدهن. دیدید ندادن و همین بوسه مرگ تبدیل شد به آغوش مرگ و ائتلاف منطقی بر علیه تهران شکل گرفت. آیا امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی بعد از طوفان الاقصی روابطشون رو با اسرائیل از بین بردن یا تحکیم بیشتری پیدا کرد؟ همین الان عراق اعلام میکنه 50 بار حریم هوایی عراق شکسته شده، میتونه هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی رو بزنه. خب مجبوره بگه شکسته شده، شکایت بکنه که به چه درد میخوره. همین الان قطر رو زدن، ائتلاف
منطقه‌ای و بین المللی در جهت تغییر رژیم در ایران به راحتی صورت میگیره، چون آغوش مرگ رو تقویت میکنه و شما رو برده تو کوچه بنبست تنگ، راه پس و پیش نداره، فقط مونده آینده رو در تابوت گذشته بگذارن و درش رو میخکوب کنن. این گام نهایی است. بسیار ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی در حال شکلگیری است. شکلگیری شروع شده بوده، محتوای قدرتمندش رو دارن ایجاد میکنن. اگر میگم شکلگیری است، این شکلگیری متمایل به این بخش است. ولذا اینها در واقع باز همه با هم پیوند. جنگ‌های سایه‌وار رو ببینید، قبل از جنگ‌های سایه‌وار تئوری هارتلند رینلند بزرگ رو ببینید، سناریوها رو ببینید، در کنار دکترین‌های سگانه‌ای که نام بردم، سناریوی بوسه مرگ، آغوش مرگ، سناریوی کوچه بنبست تنگ، سناریوی گذاشتن آینده در تابوت گذشته. خب اینها همه قبلا بیان شده است. زمانی که در سال 1402 13 اسفند نوشتم یا 401 بود، 13 اسفند نوشتم آیا تیر از چله تیر رها خواهد شد؟ 1402 بود که تیر ما کوه به هلیکوپتر آقای رئیسی خورد. اگر عرض نکردم در انتخابات 1403 های پزشکیان هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان پزشکیان در کجای منظومه این تحولات قرار میگیره؟ درست یا نادرست که در اصلش فرقی نمیکنه. گفته میشه که ترامپ و اردوغان در پی دیدار با پزشکیان بودن. گزارش های آمد که آقای پزشکیان نتونستن با رهبری نظام جمهوری اسلامی که در پناهگاه هستن تماسی داشته باشن. من این رو راست یا ناراستش رو نمیتونم راستی آزمایی کنم، واقعا نمیدانم این خبر تا چه اندازه درست است، چون الان دسترسی برای راستی آزماییش نداشتم. ولی در تحلیل این میتوان گفت که تجربه زیسته شده نشان داده که رؤسای جمهور ایران اختیاری از خودشون در هیچ زمینه‌ای به ویژه این زمینه ها ندارن. پزشکیان کجای این امر قرار میگیره؟ منظورم شخص پزشکیان نیست، رئیس جمهور در ایران. فلذا وضعیت نامناسبی است. حال میگوییم که اگر در این وضعیت وضع موجود پایدار باشه چه خواهد شد؟ آیا وضع موجود میتواند به سال 1400 قبل از جنبش مهسا برگرده؟ به هیچ وجه وضع موجود نخواهد توانست به قبل از حمله اسرائیل به ایران، حمله مستقیم در چارچوب آنچه که جنگ مینیاتوری خواندم، بازگرد. رهبری بر ایران بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد و زندگی مردم میتواند با چالش ها و هر تغییری در آینده محتمل است. در کنار اون اگر تغییری از بیرون به درون بیاید، باید شناخت دقیقی از یاخته های درون برای ایجاد تغییر داشته باشه و بر اساس آرمان های بیرونی ترسیم شده بدون شناخت درونی دقیق نخواهد توانست به اهدافش برسه. لذا برای گذر از این وضعیت ما سالهای پرتلاطمی رو پیش رو داریم که اگر به درستی و با بخردانه رهبری، مدیریت و اجرای اقدامات در آنها صورت بپذیره، از 20 یا 1410 به بعد خورشید ایران بسیار پرتشعشع طلوع خواهد کرد. آقای دکتر خیلی عذر میخوام من قطعتون میکنم. من الان تو اخبار دارم نگاه میکنم، مثل اینکه دونالد ترامپ اولا که باید خدمتتون عرض کنم به صورت رسمی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، فقط قطر نبوده که مورد اصابت موشک قرار گرفته. من عین خبرگزاری تسنیم رو براتون میخونم. باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از تسنیم گفته که این عملیات که در غیر از قطر در عراق و انجام شده با نام
بشارت فتح و با رمز یا ابا عبدالله آغاز شده و جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرده در پاسخ به حمله موشکی کوبیدن مراکز اتمی، تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی توسط آمریکا در شب گذشته بوده. و بعد از این داستان هم تو اخبار بیان شده، CNN بیان کرده که دونالد ترامپ به همراه پیت هگزت، آقای دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش وارد اتاق بحران کاخ سفید شدن و وضعیت رو دارن از نزدیک پیگیری میکنن. تصور میکنید با این اتفاقی که الان اینطور واقعا غیر منتظره افتاد، رسما دیگه آمریکا در کنار اسرائیل برای رسیدن به این اهدافی که شما ترسیم کردید وارد خواهد شد؟ این اصلا غیر منتظره نبود، اصلا غیر منتظره نیست. من نمیدونم چرا میگه اتفاق غیر منتظره. نه غیر منتظره این که یهویی من فکر میکردم مثلا شاید شب یا چند ساعت دیگه این اتفاق بیفته، از این جهت عرض کردم. نه اصلا غیر منتظره نیست، کم هم دیر شد. یعنی تصمیم گیری، بحران تصمیم گیری وجود داره. آیت الله خامنه‌ای باید یا عقب نشینی دیگه و سازش رو پیش میگرفت، حتی عقب نشینی نه، نرمش قهرمانانه رو سال 92 انجام داد، تلاش کرد که زمان بخره و زمین رو نگه داره. زمین منظورم ایران نیست، منظورم نظام جمهوری اسلامی. زمان بخره و زمین رو نگه داره. نظام جمهوری اسلامی اینجا به عنوان مکان مطرحه، در زمزی که من همیشه مطرح میکنم. زمان، متریال یا ماده، مکان و زبان. لذا در آیین قدرت الان باید تصمیم میگرفت ایشون که اجازه بده سناریوی آخری ایجاد بشه که من گفتم، یعنی آینده در تابوت گذشته قرار بگیره. گفتمان انقلابی نمیخواهد آینده را از دست بده. الان باید وارد حوزه کربلاگونه بشه. الان هم عاشورا و تاسوعا در پیشه و محرم در ایران سعی خواهد شد از این بهره برداری بشه در داخل کشور و رویکرد در واقع نرمش قهرمانانه متوجه تحرکاتی بشه که این تحرکات معطوف به پذیرش الگوی حسینی در تقابل با ایالات متحده آمریکا برای حفظ گفتمان انقلابی، حد اکثری در حال حاضر و حد اقلی برای آینده در ایران، حتی در رژیمی که ممکنه در آینده ایران بیاد به عنوان یک گفتمان رقیب باقی بماند. ولذا گفتمان انقلابی نمیخواهد سناریوی که عرض کردم گذاشتن آینده در تابوت گذشته را نیز تجربه کنیم. تمام سناریوها پیاده شده و امروز ترامپ و تیم او در پی ایجاد یک ائتلاف منطقی و بین المللی به دنبال این معنا برخواهند. لذا ائتلاف منطقی و بین المللی در جهت ایجاد فلج اقتصادی و گام‌های دیگه‌ای که بارها تکرار کردم در مکعب اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد، از پی اون خواهد آمد. این گام‌ها در سطح تحلیل کلان هستند. هر کدوم از این گام‌ها به عنوان یک جزء و به عنوان یک سیستم میتوانند ساب سیستم‌ها و خرد سیستم‌های اجرایی متمایزی را نیز دارا باشند. بله آقای دکتر خیلی ممنون. من توی کامنت ها چند نفر از دوستان نوشته بودن که اگر امکان داره کمی ساده تر توضیح بدید، مثل همیشه این خواستره از شما دارن. البته شما فکر می‌کنم خیلی ساده توضیح دادید و واقعا قابل فهم بود خیلی از فرازهای صحبت شما، ولی خب من انتقال دادم. دوستان میخوان من ساده بگم چه ساعتی، چه روزی، چه ساعتی، چه دقیقه‌ای، چه اتفاق خواهد افتاد. بابا نمیشه اینها رو به رک و بدون در واقع ساندویچ پیچی به اصطلاح ما تو ارتباطات گفت.
شما دقیقاً باید در مخصوصا خب نهایی از برنامه مسئولیت مفاهیمتون شما هم بگذارید هست دیگه. اینها رو که خودتون رمزگشایی کنید دیگه. نه اصلا نمیگن که ما کجا نشستیم داریم چی میگیم چی کار میکنیم. بله. میگن شما بگو. الان تو خیابونم به من میگن، جای مختلف من رو میبینم، میگن من یه آخرین با گرفتنم گفتن که تو فقط یه حرفی نزن، وقت و زمان راه نده، یه قول شرف بده وقت و زمان. حالا من رافت خودم بدستم دیگه، نمیتونم وقت و زمان بدم، وگرنه دقیق بهتون میگم چه زمانی چه رو خواهد داد. تا اونجایی که گفتم و قبلا دیدید. حداقل اجازه بدید این رو خودتون رمزگشایی بکنید. از بیان من، از عرایض من متوجه بله آقای دکتر بشید. ببخشید من واقعا دو تا ما دیگه هم در سوال هست، چون محدودیت اینترنت یاری هستیم. نمیکنه. بدونید این رو منم یا که وقتی حرفی بله بفهمید. ببخشید من فکر کردم تموم شده، این دیلی داره صحبت ها، بابت همین من فکر میکنم تموم سریع شده. بپرس، من هم مزاحم دوستان هستم. نه چون که میگم اینترنت خیلی یاری نمیکنه. اولا خیلی ممنون، بسیاری از تا اینجا ما واقعا سورپرایز شدیم که اینترنت یاری کرد، تونستیم جلو بیایم. ولی به خاطر حالا به هر حال وضعیت اینترنت من دو تا سوال دیگه میپرسم و بعد خداحافظی میکنیم. آقای دکتر بارها و بارها این سوالو توی کامنت ها پرسیدن که آیا با توجه به این وضعیتی که الان، خب شما قسمتی از اون رو برای ما ترسیم کردی، مخصوصا اون چیزی که در آینده اتفاق ممکنه بیفته، چه کار یا چه اتفاقاتی باید بیفتد که مردم، حالا حداقل اون کسانی که معترض هستن، در آینده نزدیک بتونن این اعتراض خودشون رو نشون بدن، حداقل به نفع ایران، یا به هر حال دغدغه‌های خودشون رو نشون بدن. چه اتفاقاتی توی این ساختار باید بیفته؟ ببینیم تغییرات بزرگ در عرصه داخلی متوجه سه گام، از اِوولوشن به رِوولوشن سه گام برداشته میشه. گام نخست در تمام تئوری های این سه گام، یک، تبدیل نارضایتی عمومی به همفکردگی عقیده مردمی، اون در رو ببند. عقیده مردمی در تغییر وضع موجود، این حاصل شده. یعنی من رهایی از اکنون سجدگی رو در مکعب‌های فروریزش و فروپاشی رژیم ها که در کتاب بافتاربندی خودم نوشتم، همین امر رو میبینیم. بعد از این ما دو تا در این کاتگوری، در این قسمت دو بچه داریم. بچه اول نارضایتی عمومیش، نارضایتی عمومی کشورها داره در دموکراتیک که، اما اونها نارضایتی ها رو میبینن، سعی میکنن به عنوان یک امر دموکراتیک اونها رو مرتفع کنن و لذا پایداری بیشتری نظام هاشون داره. اگر این نارضایتی ها حل نشه و به گونه ای جمع بشه، ببینید در اصطلاح در ایران هست، میگن 88 پیش اومد گفتن جمعش کردیم، 92 جریان آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی گفتن جمعش کردیم، 96 جمعش کردیم، 98 جمعش کردیم. اینا رو جمعش کرد، حواس نیست که جمع رگ‌ها رو میبنده، همگرایی رو از بین میبره. امروز بسیار بسیار سخته ها گفتن این که مثلا در ایران دارن آدمهایی رو میگیرن که به اسرائیل کمک شد. شما 45 سال نظامی رو تشکیل دادی، این گونه عمل کردی و باید الان دنبال جاسوس اسرائیل و نفوذ اسرائیل بگردی. شما وقتی، من امروز یه فیلمی رو بعد از مدت ها نمیبینم، یه چیزی رو دیدم به نام خواننده ها. من این چیزها رو نمیبینم واقعا، از سال 90 به بعد اصلا تلویزیون جمهوری اسلامی و اینها رو ندیدم، تلویزیون هم کمتر میبینم. قدیم حتی فیلم هایی رو میدیدم مثل 24 و اینها رو، سریال ها رو میدیدم. الان فرصت ندارم ببینم و بیشتر نمی‌نویسم و در کار خودم غرق هستم. امروز صدا تو رو دیدم،
رفتارهایی دیدم که من نفی نمیکنم، بسیار هم ظلم، ولی به خانوادم میگفتم این نظام جمهوری اسلامی در دهه 60، من در جوان دهه 40 رو، من دهه 60 بود، یه شجریان ما میخواستیم گوش بدیم. این نظام جمهوری اسلامی ارزش‌های سالها پیش بخواد خیلی حرکات رو انجام داد. خب در منطقه چی براش مونده؟ در نظام بین الملل چی براش مونده؟ در چنین وضعیتی دنبال چه میتونه باشه؟ تنها چیزی که براش مونده نام و نان این گفت انقلابی که به بالیده کنه. امروز موضوع بقای حتی نظام جمهوری، موضوع بقای گفتمان انقلابی است. چندی پیش من با آقای فیروزادی مناظره ناخواسته ای داشتم. خب دوستان میبینید اینترنت متاسفانه تو ایران یاری نمیکنه و حالا ما قسمت آخر بود، امیدوارم آقای دکتر برگردن این قسمت رو تموم بکنم و بعد ما خداحافظی بکنیم. برخواد ایران آبستن حوادثی هستش که واقعا هر دقیقه و هر ثانیه میبینیم. بله آقای دکتر قطع شده بودید، بفرمایید. انجام بده و نمونه‌ها تأخیر در زدن پایگاه‌های کشورهای است. صدای منو داشتین؟ بله بله آقای دکتر خوب بود. ما متاسفانه چون اینترنت یاری نمیکنه دیگه بیش از این شرمنده شما نمیشیم. ما همیشه خداحافظی میکنیم از شما، فقط قول میگیریم اگر اینترنت بتونه حالا حداقل 20 دقیقه نیم ساعت هر چقدر از فردا بتونیم بعد از ظهر در خدمتتون باشیم همین زمان و با در پیوند، چون که میدونید خیلی از دوستان هموطنان واقعا دوستان شما هم بشیم.